الله افعال خاصی داره که مخصوص خودش است. رزاق است، روزی دهنده است، خلق کننده است. پس خلاصه توحید ربوبیتی بود که ما افعالی که مخصوص خالق میشه او را میشناسیم و او افعال برای مخلوق نسبت نمیده. این یکی از بخشش است در اصطلاح افعال خالق است. توحید الله با افعالش. توحید الله با افعالش چه وقت ثابت میشه؟ فرق بین موحد و مشرک در این کلمه هست در ربوبیت. فرق بین موحد و مشرک در توحید ربوبیت چی هست؟ که در توحید ربوبیت اگر کسی افعال خالق شناخت و او را به الله عقیده کرد و به مخلوق او را نسبت نداد، این موحد است. اگر یک فعل از افعالی که مخصوص خالق است او را به یک مخلوق نسبت داد، از این خاطر چی میشه؟ این از در توحید ربوبیت به الله در افعال الله شرک آورده است. از این خاطر کسایی که تعویض میتن و فال میبینن، یکی از علت شرک و کفر از اینمی است که یا بسیاری از افعال خالق به خود چی میکنن؟ نسبت میدن. و این کسایی که پیش از اینا میرن یا چرا مشرک و کافر میشن؟ به خاطر ازی که اینا اونا را با اینمی ادعایشان تایید و تصدیق میکنن. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه در حدیث شریف؟ میگه کسی پیش یک کاهن و پیش مردمای روی طالبین و پیش تعویضگرایی که ادعای ربوبیت و الوهیت میکنن، اگر کسی پیش از یا میره به مجرد 40 روز عبادت ازی از بین میره. اگر پیش یک رقاصه بشیدی سیزنی 5 دقیقه گناهگار است، 5 دقیقه چی؟ 5 دقیقه گناهگار هستی. اما پیشین این نفر که خوب لنگی سفید داره و ریش هم صاحب کلان داره و تسبیح هم خوب دراز داره و رفتی فقط دیشی چی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که 40 روز عبادت تو از بین رفت، چرا که با ششتن تو مردم دیگر هم چی کردی؟ تشویق کردی که این کار خوب است. اما اگر باز تصدیق کردی، چون ایمان اقرار به زبان است و تصدیق این است، تو تصدیق در قلب کردی که واقعا گپایی کی میزنه، کفریات کی میگه، این چی هسته؟ حق است. پس اینجا میگه که با آنچه که بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، میگه این چی شدن؟ کافر شده. چرا تاییدش کرد؟ در چی؟ او ادعای ربوبیت میکنه و این تاییدش میکنه در امی ادعا. از این خاطر عقیده را کسایی که نمیفهمن، درس عقیده را نمیفهمن، مشکلشان اینمی است که اکثرا این بیچارات دل برشان بسوزانیم که عقیده را چون نمیفهمن در شرک و در کفر مبتلا میشن. وقتی که عقیده را فهمیدن، باز یا از کل مردم دیگه که باز در تقوا و ایمان خود قوی تر میشن.